رودخانه آب و نیلو خوش آمدید. این محتوا میخواد دیگه که بالاخره بخواید درس بدید. اینجا دیگه اوج دانشگاه‌های مختلف تو آمریکا حداقل مدرسه دارن. نمایی خواهیم کرد از اولین متاورس ایرانی. درود بر استاد الهی و همکاران دغدغه‌مند، متعهد، فرهیخته و با دانش ایشان. اینتری نداره و من همینجا به همین دوستان عرض می‌کنم که رسما بحث‌های سانکشن به پایان خواهد رسید با حضور در متاورس آلفا نووا. برگردیم مواقع نقشه چی وارد خیلی از آدم‌ها هستن که تقریبا حدود 2 میلیارد و 500 میلیون نفر اقتصادشون از گیمیفیکیشن می‌گذره. در حال حاضر تو خونه‌اش نشسته کار نمی‌کنه، تو فضای موجود داره کار می‌کنه. متاورس تنها راه حل این موضوع است که ما برای این فکر کردیم و اولین بازی متاورس هم قرار هستش که انشاءالله با 5 ماه وقتی یه شرکتی اقدام بخواد بکنه، عرض کردم یکی از مفاهیمی که در متاورس وجود داره من تصحیح بکنم. و پایه در واقع متاورس هست و اون مفهومی که ما از متاورس داریم و آقای پروفسور سالهاست زحمت کشیدن برای اینکه اجرا کنیم. جی پی تی که اومد ما مفهوم هوش رو Thank you.